افغانستان بهش میگفتن کوه عضلات. واسه بالا بردن پرچم کشورش هر کاری کرد، حتی سر سفره با خانواده‌اش نمینشست، چون اون سینه مرغ میخورد ولی بچه‌هاش نمیتونستن مثل پدر تغذیه بشن. علیرضا آساهی میگه مردی که گریه نکنه احساس نداره. اون واسه دوتا پسرش آرمان و کیوان گریه کرد که با پول قلکشون واسه پدر سینه مرغ خریدن ولی خودشون محروم از خوردن سینه مرغ بودن. آساهی در ابتدای کاراتکار بود و تا کمربند مشکی هم جلو رفت، ولی بعدش سراغ پرورش اندام رفت و کلی موفقیت و قهرمانی به دست آورد. اون توی سالهای 2023 و 2024 پشت سر هم تونست مدال طلا رو توی رشته پرورش اندام و کتگوری پیشکسوتان توی مسابقات جهانی این رشته به دست بیاره. واسه افغان‌ها چهره محبوبی بود و هیچ وقت حمایت نشد و در نهایت هم روزای گذشته به علت سکته قلبی دار فانی رو ودا گفت. واقعا چه استعدادها و سرمایه‌هایی توی دو کشور افغانستان و ایران از بین میرن. در گذشت قهرمان ملی رو به همزبانان افغان تسلیت میگیم.